سلام بچهای گل، چطورید؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد و خوشحال باشید. سورپرایز بزرگی که M10 اسکورپیون داشت میدونید چیه؟ لول 8 هم میره، یعنی یه لول شتینگ فضایی بهش اضافه کرده که 700 تا توکن میخواد. 700 تا دونه توکن اضافه شما باید نسبت به گانهای قبلی که پرداخت میکردیم بدین. خب اشتباه اومدم توی سایتش. بریم دوستان، بریم اول خود M10 رو بگیریم. بله خودش رو بگیریم ببینیم چی رو حذف بکنیم. بهتره یه دونه اینو حذف میکنم. نه این نه، اینو بذار باشه. خب بگیرم ستش رو، خیلی دوست دارم چیزی که دارم رو حذف میکنم دیگه. آره مثلا چیزی که دارم و یه دونه این AK رو حذف میکنم. اینم دارم دیگه. نه بذار این باشه که بچرخ از اون بر سایت بگیرم. بذار یه دونه هم اینو حذف کنم. حل. بریم. اگه با 9 جم بهم بده یه جایزه توپ بهتون میدم با کد، حالشو ببریم. اگه بهم با 9 جم بده که فکر نکنم ندارم. خب بازم این چالش 9 جم رو سر سایت های دیگه براتون اجرا میکنم. راستی بچه کامنت حتما بذارید که به کسایی که کامنت میذارم حالا بهشون جایزه میدم. حالا جایزه های مختلف، جایزش 200 جمه. ساب کنید، معرفی بکنید به دوستاتون دیگه. خیلی گرید. این اسپین هم چی نداد. اسپین 89 تاییمون ببینیم چیزی بهمون میده. اگه با 89 تا بهم بده خیلی عالی میشه. نداد. من اکانت فوق العاده خوش شانسی دارم، فوق العاده، اما متاسفانه جدیدن داره سر این گانای خود اذیت میکنه. این ست هم بهم نداد که میخواستم بگیرمش. بده 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 بده. نداد. ریشت. ست جرینگر با این ست ای بد نیست. تعداد ستمون یکی رفت بالا. من که ستای رایگان دوست ندارم بگیرم. این ستم رایگان نیست. خب ایونتشو ببینید، انقدر ایونتش جالب و باله. این الان فکر میکنم بشه 15مین گان مکسمون، فکر کنم. آره 15مین گان مکسمون. خب اسپین 499 تاییشو باید بزنم. جم کم دارم، میرم جمو میزنم تو بتونم این اسپینو بزنم. و اگه سر این 499 تا بهم بده یعنی خوشحال میشم در حد خرزوق، یعنی جوری که تمام سلولای بدنم یک دفعه منفجر میشه از خوشحالی ها. خب دوستان تعدادش رو ببینید، 299 499 1199. بعضی از ستا، بعضی از آیتمایی که میاد بعضی وقتا اینقدر گرون دارن. این گان لولیه ولی نسبت به اون MP40 گل روزیه یه خود قیمتش پایین تره. خب بریم برای اسپین آخر. یکی مونده به قبلی و فکر کنم زدیم و بهمون نداد هیچ به هیچ. بریم. بله یس گرفتمش. اولش که میگیریدش جذابیت خاصی نداره، باید لولش رو ببرید بالاتر، ولی بازم خوبه. خدای بازم خوشگله. ولی خب میدونید چهره مکس رو بهتون میزنه، گولتون میزنه دیگه. یه جورایی میری میگیریش بعد میبینی مکس نیست. من بعض وقتا اینجوری میشم. بعد مکسش کنین دیگه. حالا شما تا لول 4 هم بیاریدش قدرتش باز میشه، فوق العاده میشه گان. نیاز نداره حتما تا آخر مکسش کنین. یعنی کسایی که بخوان کامل استفادهش بکنن باید تکمیل مکسش بکنن بتونن استفاده کامل کنم. خب ما چند تا توکن میخریم اینجا با این جمی که مونده. لول 2 الان مکسش میکنیم گانو، نمیذاریم بمونه بعدها بخوایم مکس کنیم. نه الان مکسش میکنیم براتون جیگر. خب میبریمش لول 2. یس وای خیلی. ببین من عاشق این حالت مکس شدن گانم. این مثلثی که میاد، این حالت ذوقی که ایجاد میکنه، حسش خداست. یس با 3500 ببینیم چند تا توکنشو میتونیم بگیریم. 3500 تا جم برای توکنایی. ای خدا ای روزگار چی بگم. بریم تعدادش بخریم. یه دونه 11 21 31 41 51. آره دیگه یه 99 تایی بخرم. آره یه 99 تایی بخرم. همینجا بازش نمیکنم، باز میکنم. بد کن 488 داد. خوبه. حوصله ندارم 10 تا 20 تا بخوام باز کنم. بیخیال. وقت شمارم نمیگیرم، وقت خودم هم نمیگیرم. بریم تا یه سری لولاشو بیاریم بالا، لذت ببریم تا دوباره توکن بخریم. به 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 به. یس خیلی عالیه. خیلی دوستش دارم. حالا هی بهم درخواست میدن تو این لحظه زیبا. وای چقدر باحال. نگاه کنین
دنس کیلش نگاه کنین. وای 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 کیل افکتش خیلی باله. خب برای لول 6ش وای برای لول 6ش 192 تا توکن کم دارم. خب باید دوباره تزریق جم انجام بدم. مشکلی نداره، تزریق جم انجام میدم. بریم باقی توکناشو بگیریم بتونیم مکسش کنیم این گان زیبا رو. باگ خورده اشکال نداره، ثبت میکنیم. گارنای دیگه باید درکش کنیم. اوف بندیت های خوشگلمون دلمونو میبره. هر وقتی میام اینجا اینا رو میبینم کلی حال میکنم. امیدوارم باقی ستا هم بیاد بگیریم اونا رو هم ببینیم لذت ببریم جیگرا. خب 32 تا ازش خریدیم. این 32 تا رو 10 تاشو 9 تاشو باز کنم. چند تا 39 تا داد. از 39 تا باکس 39 تا توکن 10 تا دونش دادن. 43 تا داد. خب بریم. تو رو خدا زیاد بده 40 تا داد با 7 دونه. ایول. خب اینم باز کنم. 30 تا داد. به به یعنی مکسه. اوکیه. خب من توکن تکراری دارم. زیادم دارم توکن تکراری. کاش میشد با توکن تکراری مکسش کرد. البته فکر کنم بشه. نمیدونم. وای قدرتش کامل شده. لول 6ش خیلی خوشگله. دوست دارم لول 6ش کنم. یس لول 6ش رو ببینید چقدر نازه. خدا وکیلی اصلا میباره ازش زیبایی. ببینین وای اصلا تا لول 6 بیاری دیگه انگار لول 8 نیاز نیست. ولی خب کیل افکتش هست. بعد وقتی شما شاتگان رو ریلود میکنید ریلود افکت بهتون میده لول 8ش. و از همه مهمترش شما یه عقرب فوق العاده بزرگ اندازه یه ساختمون میاد. آخرین فردی که از اون اسکواد مونده رو تو کلش اسکواد بزنید اون عقربه میاد زارت میزنه تو سرش، پخشش میکنه رو زمین. یه افکت خوشگل با دستاشو نشون میده با سرشون. خیلی گاده. جدای این صدای شاتگان تو میتونی جوری طراحی بکنی که برات انگار داری توی آب شلیک میکنی. صدای کمتری میده، اذیتت نمیکنه. به این وضع. خب بچه‌ها یه مدت کوتاهی از اون زمان گذشت و الان میبینین تبدیل توکن آزاد شده، مخصوصا برای M10 اسکورپیون. من حدود 1000 خورده‌ای توکن اضافه داشتم. بعد 100 تا هم توکن اضافه توی این گانا داشتم چون 14-15 تا مکس دارم دیگه. اونا همه توکن های اضافه شده. میریم از اونا توکن ها رو استخراج میکنیم. اینجا اگه نمیدونید اینو الان میتونید اینجا ببینید یاد بگیرید. ببینید البته خیلی ها بلدن و استاد و خیلی هم حتی میتونن به ما یاد بدن. بیادبی نباشه. میدونید که من خیلی دوستتون دارم. خب اینجا تعدادی رو باز میکنیم. ببینیم اگه نگاه کنید دقت بکنید داخلش فاماس هست، تامسون هست، XM8 هست، شاتگان دلول هست، M4 هست، اسکارکوس هست، AK هست، MP40 هست. اون یه دونه هم XM8 بود فکر کنم. یکی دیگه هم M10 بود. یک کدومش رو انتخاب کنم. M10 رو انتخاب کردم. آره میرم از اینجا برمیدارم 49 تا رو خالی میکنم. میریم اینو تبدیل میکنیم به توکن آبی. با توکن آبی که میتونیم اسکارپیون رو مکس کنیم. خب توکن آبی شد. این دفعه باید بریم تعداد بیشتری رو تبدیل بکنیم. آره یه 99 تا تبدیل بکنم. یه 99 تا تبدیل کنم بهتره، یا همون 99 تا تبدیل میکنم یه دفعه دیگه. به چی بزنم بهتره؟ یه وقت سوخت ندیم. رو M10 دوباره خالی کردم چون تو دسته خوشگلم هست. M10 سبز خیلی دوست دارم. بریم. خدایا به امید تو یس به توکن آبی فیروزه‌ای تبدیل شد. بریم. باید 3 تا 4 تا 99 تا تبدیل بکنم که این 700 تاش پر بشه دیگه. تا این 700 تا تکمیل بشه بتونم مکسش کنم. خیلی خوب شد واقعا. از شرکت گارنا تشکر میکنم بابت این ایده ای که داد. توکنا رو تبدیل میشه کرد، چه توکنای گان چه توکنای بتل پس. حالا شاید در آینده الیت های جدید بتل پس های جدید. این ایده خیلی عالی بود، واقعا عالی بود. واقعا متشکرم ازت از
کسایی که طراح بودن، کسایی که پیشنهادشو دادن، حتی کسی که تایید کرد این کارو. خیلی ممنونم ازت. این توکنا اضافه داشت اینجا خاک میخورد، واقعا کار خوبی کردی. حتی اگه بتونید ما بنرهای اضافه‌مون رو با چیزای دیگه مثلا چنج بکنیم، خیلی کار خوبیه. این کارم بکنیم واقعا عالی میشه. خب دوستان 101 رو به توکن فیروزه‌ای تبدیل داد. الان 489 تا توکن فیروزه‌ای دارم در حال حاضر. ما باید یه تعداد دیگه ای رو بیایم تبدیل بکنیم. حالا مشکلی نداره، من همون 2 تا 100 تایی 200 تایی تبدیل کردم که بریم برداریم و فیروزه‌ایش بکنیم. حتی اگه بیشتر هم بشه بعدا روی گان دیگه ای اگه بیاد ثبت میکنیم و استفاده میکنیم. بچه‌ها توکناتون رو کامل استفاده بکنید، اینجوری نذارید توکن اضافه تو باکستون زیر لباسا بمونه خاک بخوره. استفاده بکنید چون این موقعیتیه که گارنا در اختیارمون گذاشته و ما میتونیم استفاده بکنیم. حدودا 13 تا 14 تا توکن باز میکنم. آره 12 تا شد. اینو که مکسش کنی. یس شد. بریم برای مکس کردنش. واقعا خیلی عالیه. تبدیل توکن بریم مکسش کنیم، لذت ببریم. 613 تا شد. خب نگاه کنید دوستان، امیدوارم شما هم این صحنه رو تجربه بکنید، خیلی لذت بخشه. نشد لعنتی. 72 تا 3 تا دیگه نیاز دارم، اشکال نداره. بریم بریم این چند تا رو هم باز بکنیم. مثلا دشواری نداریم ما که. یه 99 تایی باز کردم دیگه، هیچ سختی به خودمون ندیم. اینم باید برم تبدیلش بکنم. تبدیل توکن به توکن فیروزه‌ای. حالا 699 تا توکن. ای بابا باز یه دونه کمه. ای بابا عجیبه به خدا. باز یه دونه. البته توکنای خودش 13 تا دونه دارم، میتونم مکس کنم اشکال نه. یه دونه هم بذار بگیریم راحت کنیم خودمونه دیگه. بریم. یه دونه توکن هم تبدیل کردم، باید فیروزه‌ایش کنم تا بتونم یه دونه رو مکس کنم. وای 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 شت اغربش رو ببین، سایز اغربه رو ببین. شت. خب دوستان فیلم خیلی بلند شد، خیلی دوستتون دارم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. فعلا تا ویدیوی بعدی، بای.